شورای ولایتی ولایت کابل خواهش میکنیم که صحبت عالمانه خود خدمت شما تقدیم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه مهمانان عزیز، اعضای شورای ملی و مشران جرگه، اعضای شورای ولایتی، مردم قهرمان کودامن و افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم قهرمان کودامن و مردم افغانستان، افغانستان سرزمین مردان بلاکش، سرزمین رنج مبارزه و سرزمین قهرمانان حماسه آفرین، سرزمینی که در روزگار کهن مدنیت‌های بزرگ را در قلب تپنده خود پرورش دارد. افغانستانی که قهرمانی‌های بزرگ را در برابر تجاوز انگلیس، چنگیز، سکندر، در برابر روس و در برابر همه متجاوزین دنیا از خود فداکاری و قهرمانی نشان داد. امروز برای ما شما بهتر معلوم است که پاکستانی که 50 سال از تاریخش نمیگذره، پاکستانی که امروز از طرف فرهنگ انگلیسی و فرهنگ انگلیس اونجا پیاده میشه، پاکستانی که هویت ملی و آزادی نداره، در افغانستان مداخله و تجاوز میکنه. ملت قهرمان و مجاهد افغانستان، برای شما بهتر معلوم است که در 30 سال در 3 دهه اخیر پاکستان بیشرمانه در مقابل افغانستان مداخله کرد. از زمان جهاد و مقاومت پاکستان توطئه‌های مختلف در افغانستان شروع کرد، شخصیت‌های بزرگ ما شما را سرور کرد، چه در پاکستان چه در افغانستان سیاست دوپالو داشته است و این خواسته است که در افغانستان به خاطر عمق استراتژی و به خاطر منافع خود شخصیت‌های ما را زد و سرور کرد. امروز می‌خواهد که در افغانستان منافع خود به پا پیاده نماید. امروز دوستای محترم و مردم کودامن به خاطر از این جمع شدین گردماییشان که حمایت خود از شهید قاسم و فامیلش و اردوی ملی، پلیس ملی و برای مردم اعلان میکنیم از اینجا که ما چنانچه که در برابر تمام تجاوزات خارجی از خود فداکاری و قهرمانی کردیم، امروز حاضر هستیم که کل ما از وکیل تا مجاهد ما، قماندان ما، از معسل ما، متلم ما حاضر هستیم که سلاح بگیریم در مقابل هر نوع تجاوز مداخله بیگانه ها چیز کنیم و معرکه و جنگ بکنیم. با اون مناسبت دوستای محترم، گپای زیاد داشتم، وقت کم است، از توجه دوستا تشکر میکنم. وقت تمام است. با سلام.